people summoned. روز 4 ایول نشست نوبتی سازمان همکاری‌های شانگهای طریق آنلاین تحت ریاست سروزیر هندوستان نریندرا مودی برگزار شد. در جلسه مذکور رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین، نخست وزیر پاکستان شهباز شریف و سران 4 کشورهای آسیا مرکزی شرکت ورزیدند. در همایش مذکور رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی نیز شرکت داشت. در نتیجه این نشست ایران با عضویت سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان عضو دائمی این سازمان پذیرفته شد. ما تاکنون به عنوان در این همایش اعلامیه مشترک دهلی نو قبول گردید که بر اساس آن قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان از تشبث سرمایه‌گذاری و تجارتی چین یک کمربند یک راه پشتیبانی می‌کنند. هندوستان که معمولاً مخالف چین بود، انتظار می‌رود از پشتیبانی لایحه یک کمربند یک راه و همچنین از امضای استراتژی رشد اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای برای دوره تا سال 2030 دست کشید. چنین قرار هندوستان با سبب در نسخه متن استنادهای از حد زیاد به تشبث‌های دیپلماتی چینی و غایه‌های سیاسی چین که مهمترین لایحه‌های سیاسی رئیس جمهوری مردم چین سی جین پین را انعکاس می‌کردند با مانند تشبث گلوبالی رشد وجود داشته است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف از آن اظهار تأسف کرد که در سازمان همکاری‌های شانگهای مکانیزم مبلغ‌گذاری برنامه‌های اقتصادی وجود ندارد. Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Поэтому предлагаю поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда. اظهار داشت رئیس جمهور قزاقستان. فکر توقایف را صادر جبارов دستگیری نمود. Достойно сожаления, что в течение длительного времени мы не продвинулись в решении одного из наиболее важных, на наш взгляд, вопросов торгово-экономической составляющей нашей организации. یادرس باید کرد که نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای 2 هفته پس از سفر دولتی نخست وزیر هندوستان نریندرا مودی به واشنگتن برگزار گردید که در پی آن رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن هندوستان را یکی از شریکان نزدیکترین آمریکایی‌ها در جهان نامید.